کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید برای آگاهی بیشتر از افزایش یا کاهش آب کل سرز تجهیزات نو نصب میکنند. سعادت خدم مسکایو رهبر ریاست استفاده سرز و سیستم خبردارکنی اوسوی در نشست خبری امروز 22 ینور در شهر دوشنبه گفت قرار است آینده نزدیک در کل سرز تجهیزات موثر با دوربین‌های نظارتی نصب شود. با گفته او این تجهیزات امکان می‌دهد که متخصصان از دوشنبه ایستاده سطح کل را نظارت برند. وی گفت تجهیزاتی که حالا فعال است میزان زیاد یا کم شدن آب را معین می‌کند، اما امکانیت‌های تجهیزات نو بیشترند. پس از زمین لرزه شدید ماه دکبر سال 2015 در مورد افزایش آب جاری شونده از کل سرز خبر رسید. خیرالدین عبدالرحیمов رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده در نشست امروز گفت آب جاری شونده از حساب سنگریزه‌ها زیاد شده بود و حال آن مثل پیشین است.